عزیز من هستم با شما دکتر بیروز همیشه تحصیلات خانواده فروشی و همه بدون پادپیسات سکنین دستگیری کنین و کوشش کنین سپانسر شوین و یک پروکنیکی یک اپاراتوری که مقصد برای بیماران باشه مقصد بخرین و اپاراتور یک برادرایی که مقصد میتونین دستتون میاد دستگیری کنین جو شدگی هستین این ساعت 1:51 میتونم ها 1:51 короче 1:51 ما اومدگی هستیم در بلسا از سببی که مثال تجهیزاتی که برای تشخیص کردن بیمار نداشتیم بیمار را بلسا با طریق اسکوری پومش وردیم و آدم تشخیص را میگذارم مقصد اپاراتور میگذارم مقصد با یه روز میموز خوابونی که با ابرات آبادی برای چی؟ برای که مقصد نداشتیم این اپاراتور برای رو دستگیر کنیم نخود که شما هم یک من که برادر شمایم شما برادر میم دستگیری کنیم هم بریم بود دل شی چی میکنیم چنونی میبینید دکتر بهروز در ساعت 1 شب برای پاцієنتش برای بیمار شده با بالنسا تشخیص به تشخیص گذاشته با بالنسا برای بیماراش کمک میکند. در کمک خود رو دریغ ندارید. پادپیسات لایک رو فراموش نکنید برادران عزیز. برادران رفتیم زیر علاقه بیمار خوب کردیم بیمار خوب است یعنی برشکر مقصد و میجونا خطیش روون کرده بودیم اومد تا ما رستیم زیر علاقه خوب بوندانش بیمار را رفتیم شو همه فهمیدیم پگاه نصیب باشه با ویدیو میکنیم انشالله مقصد ویدیو کردن در اون است که شما بفهمید هر یک خوبی که ما در حق شما میکنیم خوبی را پاس بداریم این شهری مردم های مقصد همین را خوبی میکنن در حق شما لیکن شما را هر یک مقصد خوبی که ما در حق شما میکنیم خوبی را خوب بدونیم مقصد ما هر خیلی ادامه هستیم که مقصد لیکن خیلی خوبی که ما کرده هستیم ساعت چنده ایم؟ ساعت چنده؟ ساعت 12 شب ساعت 10 شب ما را میفوره که خوبی نه بریم در خانه یا که خوب نداشتیم خودت میدونی فاروق بله چنانه که میگن دکتر خواب خود رو دریغ نداشته برای پاцієنتش در ساعت 2 شب بالنسا با بالنسا کمک کرده میگرده در کمک خود رو دریغ ندارید. مقصد ویدیو کردن ما در اون است که کمک کنید ما اپاراتور را بخریم خیلی باور دارم پگاه اگر پگاه دیگه جوابش میتن یا که میگن که بیاین سوخت از 5000 خوب روان انشالله کوشش میکنم در هر ویدیو کارهای خدمت در کذت فقط نشون بدیم شما ببینید الله مهربون نگهدار باشه و آینده ویدیو رو شما تماشا کنید